به این سیب زمینی ها سیب زمینی متری میگن و جدیدن خیلی ویدیوش وایرال شده. این صدایی هم که شنیدید صدای ترودی خودشه. از سیب زمینی سرخ کرده های خودمون خیلی ترتر و خیلی خوشمزه تره. بریم با هم درستش کنیم. تا سیب زمینی متوسط که میشوریم، پوستشو میگیریم، مجددا میشوریم، به تیکه های کوچیک‌تر تقسیم میکنیم و آبپزش میکنیم. خوب بپزه، با گوشت خوب نرم و یک دستش میکنیم. بعد بهش نمک، فلفل، آویشن یا هر ادویه‌ای که دوست دارید اضافه میکنیم. نشاسته ذرت هم کمی اضافه میکنیم که ترش بشه. حالا یه خمیر داریم که داخل کیسه میریزیم، با دست یا بردن صافش میکنیم. بعد با هر وسیله‌ای که داریم به اندازه های دلخواه برش میزنیم و تو روغن داغ و قوطه و سرخش میکنیم. بعد از اینکه سرخ شد حتما روی دستمال قرار بدین تا روغن اضافیش کشیده بشه. نوش جونتون.